در مناقشه در طرفخانه اوکی شهر دوشنبه در نزد فرودگاه بین المللی کم از 8 نفر مجروح شدند. مقامات تاجیکستان درباره حادثه یگان خبر نمی‌دهد. منابع معتمد رادیوی آزادی گفتند مناقشه شب 16 دکبر بین ظریف صاحبوف مدیر کارخانه طلای تاجیک و از نزدیکان شمس‌الله صاحبوف داماد رئیس جمهور تاجیکستان و نوروز عبداللهیف پسر اسمت الله عبدالله زاده رئیس فرودگاه بین المللی دوشنبه و همراهان آنها روی داده است. تصدیق رسمی و نظر جانب‌ها دسترس نیست. یک منبع باوربخش رادیوی آزادی روز 21 دکبر گفت در مناقشه از دو طرف زیاده از 10 نفر اشتراک کرده 8 کس جراحت سبک برداشتند. جنجال به گفته او از پشت دفتر یک سراینده تاجیک شده است که از میز عبداللهیف و همراهانش خسته به میز صاحبوف و همراهان او نشسته است. گپ‌هایشان پست و بلند و جنجال کلان می شود. در وزارت کارهای داخلی تاجیکستان حادثه را تصدیق و رد نکردند. سخنگوی وزارت نصرت الله محمودزاده گفت از حادثه خبر ندارد و اطلاع را از ریاست کارهای داخلی دوشنبه میپرسیم. سراج الدین شکوری مسئول دفتر مطبوعات ریاست کارهای داخلی پایتخت به رادیوی آزادی گفت مسئله را میبینیم و بعدا اطلاع خواهیم داد. وی در تماس تکراری افزود حالا در این باره معلومات پوره روی دست نیست. در شعبه امور داخلی شاه منصور که طرفخانه اوکی در حدود این نویه جایگیر است توضیح ندادند. یکی از نمایندگان طرفخانه روز 21 دکبر به رادیوی آزادی تصدیق کرد که شام 16 دکبر میان مشتریان جنجال شد اما تا زنی نرسید و طرفها آرام شدند. یک نوفهمی شده است لیکن باز هم حل شد. افزود صحبت ما در طرفخانه بدون ذکر نامش. درباره ظفر صاحبوف اطلاع کافی در دست نیست. خدمات مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان نوروز عبداللهیف را صاحبکار وطنی نام برده است و روز 20 دکبر هنگام افتتاح کارخانه قالین‌های دوشنبه در کنار رئیس جمهور امامعلی رحمان و پسرش ظاهر شد. در یکی از عکس‌ها اسمت الله عبدالله زاده نیز نمودار است. مناقشه با حضور نمایندگان دو خانواده با نفوذ در حالی است که 15 نوامبر این سال رادیوی آزادی درباره مناقشه ظفرجان سمی مسئول تالار وی آی پی فرودگاه دوشنبه و پسر شریف سمی رئیس نویه اسماعیل سامانی پایتخت در یک طرفخانه خبر داده بود. آن زمان منابع در مقامات تفتیشاتی گفتند ظفرجان سمی 24 ساله در طرفخانه در محله 112 نویه سینای دوشنبه با گروه از جوانان مناقشه کرده مجروح شده است. زنی و یا مناقشه با اشتراک فرزندان منصبداران و یا نزدیکان آنها در تاجیکستان زود ثبت می شود اما در اکثر موارد پروندهشان جدی تحقیق نمی شود. از جمله نام دلاور گلوف پسر گل شیرالی وزیر پیشین انرژتیکا و خودای پرزیدنت سال 2017 و 2021 برای اشتراک در مناقشه در دوشنبه رسانه‌ای گردیده است. امرالدین نقشوف مدیر کارخانه استخراج طلای نقش و خواهرزاده همسر پرزیدنت تاجیکستان سال 2021 به اوباشی متهم شد ولی با پرداخت جریمه از جوابگری آزاد شد. نقشوف نو امروش را به آن گناهکار دانستند که ماه سال گذشته کارمندان شرکت مینوفارم را در مرکز نویه دنقره زدند.